همه رفقای گلم سلام، امیدم حسنی. میخوام 15-20 از موسیقی های باحال یوتیوب بدون کپی رایت رو بهتون معرفی کنم. همش هم تو یوتیوب استودیو هسته، جزء گلچینای خودم به حساب میاد که توی ویدیوهاتون حالا تبلیغاتی، آموزشی، اکشن، هیجانی یا چیزهای دیگه میتونید استفاده کنید. ترسناک، غمگین به کارتون میاد. یکی یکی بهتون معرفی میکنم، اسمشو بهتون میدم تو قسمت یوتیوب استودیو. اسمشو که سرچ کنید واسهتون میاده اولیش. قبل اینکه خواسته باشم بهتون معرفی کنم، من تمامی اسامی رو توی کپشن یا توی همون دیسکریپشن یوتیوب واسهتون میذارم. خب اولیش اینه، بلک این د سدل. گوش میکنیم ببینیم چیه. خب یوتیوب استودیو رو باز میکنیم، میام توی قسمت سرچ اور فیلتر لایبرری. اینجا من یک کپی پیست میزنم، موسیقی رو واسمون آورد. من این هدست رو بزنم گوش کنم خدا. اوکی. خب این موسیقی رو گوش کردیم. این ژانرش کانتر و فولک، مودش هپیه، برای موسیقی های شاد و جالب و پر انرژی استفاده میشه. خیلی هم دانلودش زیاد بوده. این موسیقی رو حتما استفاده کنیم. میریم سراغ موسیقی بعدی. موسیقی دوم اسمش اینه، دیستنت کال. دوباره توی یوتیوب استودیو سرچش میکنیم، میاد این بالا. این موسیقی غمگینه و سینماتیک. میذارم گوش کنید. موسیقی سوم 360 نو اسکوپ. میریم ببینیم چیه. خیلی موسیقی باحالیه. مود دراماتیک، پر انرژی. آرتیستش هم نوشته تقریبا 3 دقیقه است. دنس و الکترونیک هم ژانرشه. حتما استفاده کنید. خیلی خوب، این موسیقی بعدی. موسیقی چهارمه، اسمش آرکادیاست. ببینیم این چیه. سرچش میکنیم اینجا، آرکادیا. خب 2 تا آرکادیا هست. اونی که ژانر راکو من بیشتر دوست دارم و خب اینو میخواستم اصلا بهتون معرفی کنم. پخشش میکنیم. اصلا با این موسیقی باید اسموک زد چندین ساعت. ژانرش راکه، مودش کالمه. آرتیستش هم که نوشته شده خیلی طولانی، حوصله ندارم بگم. موسیقی هم حتما استفاده کنید. خب موسیقی بعدی رو میخوام بهتون معرفی کنم. نمیدونم پنجمی، ششمی، حافظم خیلی خوب نیست. اسمش فور مور ویکسه. ببینیم چیه. خیلی آرامش بخش. ریتمشو دوست داشتم. مودش غمگینه. توی ویدیوهای ولاگ میتونه استفاده بشه و کارهایی که آرامش بخشه، پس زمینه میتونه استفاده بشه. خوشم اومد.
خب میریم سراغ موسیقی بعدی، ببینیم این چیه. به نظرم اسمش که باحاله. قبل اینکه پخش کنم بگم ژانرش رو دیدم جاز و بلوزه. این جاز و بلوزه اصولا چیزای خوبی در میاد. یاد در 90 آمریکا افتادم. تو بار نشستیم و مودش هم هپیه. خیلی خوبه. محتوا ویدیوتون رو پر انرژی میکنه. خب کافیه، فکر کنم اندازه کافی گوش کردید. میریم سراغ موسیقی بعدی. خب موسیقی هفتم اگه اشتباه نکنم به اسم 100 واتس. آقا این چیه دیگه؟ گوشش کنیم. پس زمینه میشه ازش استفاده کرد. جزء موسیقی محبوب یوتیوب استودیو. تقریبا 2 دقیقه هم تایمشه. سینماتیکه با مود بلایت. موسیقی بعدی به اسم آندرورلد. حقیقتا اسمش منو یاد سری فیلم‌های آندرورلد انداخت. خیلی فیلم‌های باحالی بود. میدونی که عشق فیلمم، من فیلم بازم، مخصوصا تو این سبکای خوناشامی و فانتزی و علم تخیلی و اینا. یه اشاره‌ای به اون فیلم کردم دیگه، اگه ندیدی حتما ببین، خیلی باحاله. موسیقی آندرورلد رو گوش میکنیم ببینیم چیه. ترسناک، مودش دارک. 3 دقیقه تایمش هم از سینماییه. خیلی موسیقیش سنگینه. عالی واسه فضا سازی، ویدیوها و داستانهای ترسناک. یعنی خدا که داستان ترسناک این موسیقی بی کلام. حتما ازش استفاده کنید تو ویدیوهاتون، حس و حال خیلی خوبی بهتون میده. خب میریم سراغ آهنگ بی کلام بعدی به اسم کلاسیک هورر. و اسمش مشخصه که ترسناکه. میبینیم چیه. کوتاه 1.5 دقیقه است و بازم برای همون فضای ترسناک مناسبه و حتی فیلم‌های کوتاه، ویدیوهای معمایی که میخوان یه حس و حال عجیبی به مخاطب بدن. این هم اندازه کافی گوش کردیم. خب موسیقی بعدی اسمش از Spinning in My Step. گوش کنیم ببینیم چیه.
هپی پاپ، موسیقی پر انرژیه، برای کار ولاگ استفاده میشه، کار آموزشی پر انرژی و شاد. سوت قشنگی توی موسیقی هست. خب بریم سراغ موسیقی بعدی. موسیقی بعدی از یک گروه خیلی معروفه به اسم وایب تدکس. این موسیقی که انتخاب کردم اسمش هست About That All Die. ببینیم چیه. شاده، اپی مودش، ژانرش هم پاپه، آرتیستش هم ویدیو تدکس. موسیقی خیلی زیادی ساخته، خیلیش هم معروفن، کلا گروه معروفیه این وایب تدکس. اشتباه گفتم ویدیو تدکس. از دیگه 2 دقیقه است، به کارتون میاد، حتما استفاده کنید. موسیقی بعدی بیت یور کامپتیشن از گروه وایب تدکس. ببینیم چیه. مود فانکی، آرتیست وایب تدکس. دوریشن تایمش نزدیک 3 دقیقه. ژانرش هم دنس و الکترونیک. خیلی موسیقی خوبیه، اینو حتما استفاده کنید. من تو کدام از این خیلی استفاده کردم. وایب خیلی خوبی میده به ویدیو. موسیقی آخر میخوام بهتون معرفی کنم از همون گروه معروف وایب تدکس به اسم دیوتی. ببینیم چیه. پخشش کنیم. اینم مودش هپیه. کلا گروه وایب تدکس تو کار مود هپی و پر انرژی و پاپ و اینا هستن. ژانر رگی. تایمش هم خوبه، نزدیک 3 دقیقه است. 2 دقیقه و 43 ثانیه. واسه یه سبک محتوای خاص به کار میاد این موسیقی. خب اندازه کافی گوش کردیم. یه تعداد موسیقی رو بهتون معرفی کردم، موسیقی های بی کلام معروفی که توی یوتیوب استودیو هسته. خیلی از تولید کنندگان محتوا و خالقان اثر از این موسیقی ها استفاده میکنن و خب از گروه های معروفی دانلودش زیاده. اینا خودم گلچین کرده بودم و از هوش مصنوعی پرسیدم و از همکارایی که حالا تو این خط هستن به دست آوردم. از این موسیقی ها استفاده کنید، کپی رایت نداره، خیالتون راحت. برای ویدیوهای بلند استفاده کنید. اگه سوالی چیزی بود در خدمتم. موسیقی های معروف دیگه هم میتونم بهتون معرفی کنم از سایت های دیگه، اما بحث کپی رایتش متفاوته. یه سری جا ممکنه بهتون گیر بده، نه که کانالتون بسته بشه، ممکنه بگه موسیقی رو بردار. اما این چیزایی که معرفی کردم هیچ مشکلی پیش نمیاد، خیالتون راحت. سوالی چیزی بود در خدمتم. ارادتمند شما، امید حسنی.